امروز میخوایم راجع به فواید و مضرات سفیده تخم مرغ برای کودکان صحبت کنم. آیا با خواص سفیده تخم مرغ برای کودکان آشنایی دارین؟ همونطور که میدونین از سن 10 ماهگی کم کم سفیده تخم مرغ به غذای کمکی کودک اضافه میشه. آیا میدونی تا چه اندازه توی رشد کودک موثره؟ توی ادامه میخوایم خواص سفیده تخم مرغ رو برای کودکان بپردازیم و اون رو بررسی کنیم. سفیده تخم مرغ به سلامت مو و ناخن کمک میکنه. تخم مرغ حاوی 9 اسید آمینه ضروریه که به رشد ناخن و موی سالم توی کودکان کمک میکنه. کودکان همیشه ناخن‌هاشون رو میجوئن یا میشکنن. به همین خاطره که مصرف تخم مرغ منجر به رشد مجدد سریعتر میشه. تخم مرغ حاوی تعادل مناسبی از چربی‌های اشباع و غیر اشباع که اون رو به یک میان وعده عالی برای بدن در حال رشد کودکان تبدیل کرده. تخم مرغ آبپز رو به جای تخم مرغ سرخ شده حتما امتحان کنید. سفیده تخم مرغ منبع پروتئین محسوب میشه. پس یکی از فواید دیگه‌اش اینه که میتونه ماهیچه بسازه. پس یکی از فواید دیگه سفیده تخم مرغ برای کودکان اینه که میتونه ماهیچه بسازه. به خاطر همین میتونه سفیده تخم مرغ رو مصرف کنه. علاوه بر این گنجاندن سفیده تخم مرغ توی رژیم غذایی کودکان ضروریه، به خاطر اینکه برای ساختن عضلات نیرومند به مقدار زیادی پروتئین نیاز داره. بدن کودکان برای حفظ استخوان‌های قوی و سالم به مقدار زیادی کلسیم نیاز داره. حالا می‌خوایم راجع به مضرات سفیده تخم مرغ برای کودکان صحبت کنیم. به نظر شما سفیده تخم مرغ میتونه توی کودکان باعث ایجاد عارضه بشه؟ مضرات سفیده تخم مرغ برای کودکان میتونه شامل ایجاد آلرژی، کاهش جذب بیوتین و چیزهای دیگه بشه. توی ادامه میخوایم این موضوع رو بررسی کنیم و بیشتر بهش بپردازیم. سفیده تخم مرغ ممکنه منجر به نوعی آلرژی بشه که مخصوصاً توی کودکان بیشتر اتفاق میفته. علائم خفیف این آلرژی شامل راش پوستی، کهیر، ورم، آبریزش بینی و خارش و آبریزش چشم هستش. به ندرت اما تخم مرغ میتونه باعث واکنش آلرژیک شدیدی بشه که به اون شوک آنافیلاکسی میگن. این حالت باعث بروز برخی از علائم میشه که به طور مثال میتونیم به افت فشار خون، ورم شدید گلو و صورت که در برخی موارد حتی میتونه کشنده باشه اشاره کرد. سفیده تخم مرغ خام همچنین ممکنه منجر به کاهش جذب ویتامین بیوتین محلول در آب بشه که در انواع مختلفی از مواد غذایی پیدا میشه. بیوتین نقش مهمی توی تولید انرژی داره. سفیده تخم مرغ خام حاوی پروتئین آویدین است که میتونه جذب بیوتین رو متوقف کنه. در حالی که مصرف رژیم غذایی سرشار از پروتئین برای سلامتی بسیار مفیده، اما نباید توی مصرف اون زیاده روی کرد. اگه از مشکلات کلیوی رنج میبرین، مصرف مقدار زیادی پروتئین میتونه خطرناک باشه. سفیده تخم مرغ حاوی پروتئین و بسیاری از ویتامین ها و مواد معدنی دیگره، اما فیبر کافی نداره. این کمبود فیبر میتونه منجر به یبوست بشه. و یه سوالی که خیلی پرتکراره اینه که توی چه مواردی مصرف تخم مرغ باید محدود بشه؟ متاسفانه همونطور که اشاره کردیم برخی کودکان خردسال نسبت به تخم مرغ و به خصوص سفیده اون حساسیت نشون میدن. توی این زمینه مادرها باید مطمئن بشن که عدم تحمل غذایی مثل برگردوندن غذا رو به حساب آلرژی کودک نسبت به اون تخم مرغ در نظر نگرفته باشن و اون کودک رو از این منبع غنی غذایی محروم نکنن. در مورد بزرگسالان هم با وجود اختلاف نظرهای موجود بهتره که افراد مبتلا به دیابت
بیماری‌های قلبی میزان مجاز مصرف هفتگی خودشون رو با پزشک خودشون مشورت کنن و از همون میزان استفاده